ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه شام 11 مای سال 2023 خبر داد که زیادالله حجایف ساکن 29 ساله کوچه اسپیچک را برای در شبکه‌های اجتماعی نشر کردن ویدیو پرتوف‌های در نزد بنای بلند آشیانه در کوچه اسپیچک M10 به 7 شبانه روز حبس مأموری محکوم کردند. میلیس پایتخت تاجیکستان ادعا دارد که حجایف خودش 7 خلطه پرتو را آورده مخصوص در نزد بنا پرتافته است و آنها را به نوار گرفته، سپس با مقصد گویا مراجعت به مردم و سهم گذاشتن به تازگی و آبادی در اینترنت نشر کرده است که این به گفته مقامات میلیسیا باعث نادرست تصویر یافتن حالت واقعی گردیده است. میلیسیا میگوید این حالت به دوربین ویدیو کامراهای نظارتی افتاده است. سنجیدن این فرضیه توسط منابع دیگر هنوز میسر نشده است، ولی ریاست کارهای داخلی دوشنبه در اطلاعیه‌اش همزمان وجود مشکل نقطه جمع‌آوری پرتو در کوچه اسپیچک را تصدیق می‌کند و می‌نویسد در اساس مراجعت ساکنان بناهای بلند و شانه کوچه اسپیچک از جانب نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی نویه سینا و کارمندان میلیسیا با مقصد تامین نقطه علاوگی پرتوگاه و پیشگیری حالت‌های در جای‌های نامعین گذاشتن پرتوهای معیشی گروه کاری سازمان داده شده مشکلات ساکنان برطرف و به طور علاوگی نقطه پرتوها به زودی تامین کرده خواهند شد. ساکن حبس شده و نزدیکانش برای شرح این ماجرا دسترس نیستند، ولی بنا به فرضیه ریاست کارهای داخلی شهروند حجایف زیادالله سال تولدش 1994 استقامت کننده شهر دوشنبه نویه سینا در دایره مراجعت شهروندان برای در جای نامعین شده گذاشتن پرتو و ویران نمودن ترتیبات جمعیتی بازداشت گردید. گفته می شود در اطلاعیه